سوال 8 گفته در شکل زیر دو مثلث با هم نهشت هستند. مقدار x و y را بیابید. بچه ها اینجا توی این مثلث خودش هم نهشت و گفته ثابت شده است. این دو تا مثلث با هم نهشتن. حالا شما بیاین این عددهای مجهولی که دادیم و به دست بیاریم. یکیش اینجاست 2y منهای 1. خب اجزای متناظرش چیه که رو به رو هم دیگه ببینیم بچه‌ها اینه، این ضلعه. پس میتونم 2y منهای 1 مساوی 7 قرار بدم و مثل یه معادله حلش کنم. 2y یه طرف نگه میدارم 7، 1 میاد این طرف، 2y مساوی میشه با 8، y مساوی میشه 8 تقسیم بر 2 4. پس y رو به دست آوردم 4. اینجا نگاه کنه اگه 2 رو y 4 دیگه، اگه 2 رو ضرب در 4 کنه میشه 8 منهای 1 میشه 7. پس با این 1 شد. درسته جوابم. حالا قسمت بعدی اینجا حروفشو یه دونه x هم بهمون داده، یه دونه 5x منهای ظاهر از زاویهش رو نداده بچه ها. اینجا زاویه 70. بله اینو داده، اینجا 70. ولی این قسمت رو خواسته بچه ها. ببین اینجا رو که خواسته ما الان اینجا رو نداریم، چی کار کنیم؟ خب میریم میگیم که مجموع زاویه های داخلی مثلث 180. درسته؟ 180 منهای 70 میکنم میشه 110 بچه ها. 110. این مثلث متساوی و ساقینه. پس من میتونم این 110 همو تقسیم بر 2 کنم که میشه 55. هر کدوم از این زاویه 55 درجه. 55 درجه. خب پس الان میتونم 5x منهای 10 مساوی 55 قرار بدم. خب 5x هم یه طرف نگه میدارم، 55 این طرف هست، 10 میاد این طرف، 5x مساوی میشه با 65. هر دو طرف رو تقسیم بر 5 میکنم، این زده میشه تنها میشه، x هم مساوی میشه با 65 تقسیم بر 5 میشه 13 بچه ها. پس x هم به دست اومد. حالا اگه بیان 5 رو ضرب در 13 کنید میشه 60، منهای 10 کنید میشه 5 رو ضرب در